حاجی میرزای تاجیکستانی یک مشرک است. اگر شما گوش انداخته باشین، در سخنرانی رئیس جمهور گوش کردین کلمه انشاءالله استفاده می شود. تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن به فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. چندین بار ما با گوش خود گوش انداختیم رئیس جمهور گویم 2 کرات حاجی است. الحمدلله این خوب از این برای ما خیلی یک سربلندی است. ما همیشه در حق ایشان دعاگو هستیم که خداوند باز هم محبت او را به اسلام و به اهل این مسلمین زیاده بگرداند و همیشه خدمت هایی که دارد باز هم این خدمت هاش زیادتر بگرداند. در کلمه در جمله رانی هاش کلمه انشاءالله را جمله انشاءالله را استفاده میبرد. اونایی که حجاب بسر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بیمعرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. آیا در پشت مولوی میرزای تاجیکستانی جماعت میشود یک مسلمان پشت از او نماز بخواند یا خیر؟ برادر عزیز، حاجی میرزای تاجیکستانی یک مشرک است. به دلیل از اینکه او کفر به طاغوت داره، او نه تنها که کفر به طاغوت نداره، او همکار طاغوت است. آنچنان در فحشا و بی‌حیایی و قبر پرستی و شرک و کفر زحمت کشیده در تاجیکستان که همه مردم در شرک دعوت داده، مردم در کفر دعوت داده، به نام دین ریشه گذاشته، یک سلام میزنه. اما یک مرتد است، یک مرتد است، پشت از این نماز درست نیست، عالم طاغوتی است، شب و روزش فقط با طاغوت است، شب و روزش فقط در قبر پرستی است، یک صوفی مشرک است. نماز جماعت در پشت از درست نیست. برادر عزیزم، پیام را بر حاجی میرزای مشرک برسانید که حاجی میرزا یک مشرک است و مرتد است، به دلیل از اینکه او بدبخت نوکر اونمو رحمانوف مرتد طاغوت است و هر کسی که از طاغوت دفاع کنه و همیشه مدافع طاغوت باشه و خودش هم طاغوتی است و پشت طاغوتی نماز جماعت درست نیست، نمازایتان باطل میشد. و این که میدانین شما اگر مسلمان کسی که موحد است، او کسایی که مثل خودش همون صوفیای مشرک قبر پرست نماز میخوانه اون مشکل نداره، اما موحدین هرگز در پشت از این طاغوت بزرگ، در پشت از این صوفی خبیث، در پشت از این مشرک نماز نخوانند. جزاکم الله خیرا.